بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام الدین امیری هستم، فوتبال تیم ملی فوتبال افغانستان. امیدوار که همتون جای صحت سلامت باشین. تمرین بسیار خوب میگذره. نام خدا بچه‌ها هر روز تمرین میکنند 2 دفعه و امکانات کل چیز ما بسیار خوب است. هتل و جای تمرین کل چیز دیگه. امیدوار که یک نتیجه خوب بگیریم بخیر مقابل قطر و امید که دعای شما همیشه باشه پر سر ما و یک نتیجه خوب بگیریم. تشکر. السلام علیکم کلامانان. توز منم جمشید ازگزیدی و زد تغییرم د ملی تیم سره په کار کوم. دلته بیخي ډېر ترینینګونه مو کړي چې عوام بیخي کې ګرم ده مګر بیا هم ښه ترینینګونه دي. سهار وختي جیم ته ځو، مازدیګر خوا ته ترینینګ کوو. نو کوشش کوو چې د قطر سره بیخي ښه بازي وکړو ستاسو افغانانو زموږ د ګرد ملک لپاره. تشکر. سلام علیک به کل مردم های افغانستان. من امید موسوی هستم. سلام علیکم هموطنان عزیز. من امید پوپلزی هستم، بازیکن تیم ملی افغانستان. ما حالی در سعودی هستیم، در کمپ تیم ملی. تازه تمرین تمام کردیم. ما آمادگی میگیریم بخیر برای مسابقه قطر. فرصت ما در سعودی عربیه بسیار خوب است. صبحانه جیم میریم، شبکه تمرینات میکنیم. دیگه افتخار میکنیم که باز برای تیم ملی بازی میکنیم و اینمی امکاناتی که با ما دادن بسیار خوشحال هستیم و ما آماده میشیم بخیر انشالله که یک نتیجه خوب مقابل خطر بگیریم. کمپ تمرینی فعلا بسیار خوب رئیسه. هفته 6 روز میشه شروع کردیم تمرین. هوا یک ذره گرم است. بچه‌ها کل آماده هستن با مسابقه قطر. انشالله که تا مسابقه رو کلگی آماده میشه باز یک مسابقه خوب، یک نتیجه خوب مقابل خطر بگیریم. امکانات فعلا بسیار خوب است. هتل، فضا، کل چیز خوب است. زمین، فسیلیتیز، کل چیز بسیار خوب است. احساس خوب است هر دفعه